درود ارادت، شبتون بخیر. امشب 2 فروردین 1404 حدودا ساعت 8:59 دقیقه است. ما مسجد آشنزینش کردیم، آماده بریم دنبال سجاد، با هم بریم کمپ بزنیم ببینیم که چی در انتظارمونه. موتورم آماده سر حال. آقا ارادت، الان حدودا ساعت 9 سجاد رفته آب معدنی میگیره. ما تازه الان اومدیم دنبال سجاد. نمیدونم صدامو میشنوین یا نه، ولی ما آماده ایم. موتورم آماده که حرکت کنیم. راید کردیم یک ساعتی، اومدیم ببینیم که مسیر رو بستن. بعد سجاد هم داره میبینیم میتونه با آچار بوکس ها اینا رو باز کنه. ببینید کار من غیر اخلاقی هم نیست ها. دی منده خدا این سمت چپه، این راهی که ما داریم مثلا راه منابع طبیعیه بسته. آره اینو بعد سوء برداشت نکنه سجاد دوستون. حالا میخواد سجاد ببینه که میتونه اینو باز کنه. ای بابا سجاد چند میخوره؟ ببینیم من چیزش کنم. آقا بعد از ربع ساعت میگه فیلم موفقیت آمیز سجاده بگی، الان هنوزم نتونسته باز کنه. باز شد آقا دیگه، باز شد. شوخی میکنم، نه بابا داره باز میکنه. همین که تو این ببینیم تاریک ظلمات، این که تو این ظلمات داره باز میکنه. اولا باید بگیم که آقا دمون کسی گرم که این آچار باکس آورد. آره دمش گرم، ولی اینجا دهن نگاه چقدر ریختن رو زمین تا تونست. آره یه گاف سنده. سجاد بذار تو همین کی فردا برش میده. آره آقا واقعا این کارا رو نکنین، راه رو نبندین. راه که مال باباتون که نیست بستی. ماشاءالله ماشاءالله، بس کافیه. آقا برو بریم. آقا حدودا ساعت 9:30 شد. ما هر جور بود اومدیم توی این محل، اونجایی که میخوایم کم کنیم. بعد سجاد نفسش بریده، مجبور شد یه تیکه رو پیاده بیاد. ما اینجا داریم هدلایت ها رو راه میندازیم، وسیله‌مون رو باز میکنیم. بعد وسیله‌مون اینجا بچینیم، بریم یه خورده هیزم بیاریم آتیش روشن کنیم. شوکرم برداشته میترسه. آره حیوانات وحشی. آقا همراه ما باشین دیگه. ما الان داریم این چادر رو نصب میکنیم، بعد بریم. آره سجاد داره میخاشو میزنه، بریم یکم هیزم بیاریم روشن کنیم، غذامون رو درست کنیم. چادرم نصب شد. بریم سجاد. اومدیم اینجا هیزم آماده کنیم. الان من نمیرم کمک سجاد. سجاد هیزمش خوبه؟ عالی هیزم سنجدم. آره چند تا هیزم داشته باشیم اوکی. امیدوارم که بتونیم اینو ببریمش. ببینیم که چی کار میتونیم کنیم. تریل روان عالی. ما بارش کردیم، خیلی اذیت شدیم تا اینا رو بریدیم. انرژی عظیمی ازمون نگاه کنین اینجا قشنگ معلومه ما بریدیم. آره حالا دیگه حرکت کنیم. یه دمنوش خوشمزه هم خودمونو مهمون میکنیم قشنگ. سجاد آب بخوره. ما داشتیم میخواستیم آتیش درست کنیم همینجور اتفاقی. این سنگو از زیر خاک آوردیم بیرون، ببینیم فسیله. خیلی جالب، یعنی واقعا طبیعت یه نقاش حرفه‌ای سر. خب این بذاریم کنار، شب قشنگ میشیم تماشاش کنیم، یه ذره آتیش روشن کنیم. این آتش زنه من درست کردم. آگیرا. آره ما به محلی بهش میگیم آگیر. یه ذره میذاریم داخلش. اینم اینجوری شبکه‌ایه که
که چی بشه که البته ببینیم سری میگیره طرز ساختشو بعدا بهت میگی. آره ببینید سری میگیره، یعنی اگر یه چیزی شما درست کنید به طبیعت دیگه. من به نظرم بذار کنارش. آره زیرش قشنگ یه آتش بزرگ بهمون بده. سر بده من تو برو کنده بذار. آره این آتش زنمون اینه، استارتر آتشمون اینه. یه ذره برای کنده زوده ولی حالا ما دیگه هیزمون محدوده میذاریم که بگیره. حالا احتمالاً که میگیره. اینو میخوای اگه نگرفتن نگرانی ما نداریم. ما به این میگیم بمب اتم. بمب اتم. منو سجاد زیاد کو میان. آره. بعد به این بوته میگیم بمب اتم. آره. البته ما خشکاشو استفاده میکنیم. آره. سجاد این خیلی بزرگانه، خب بذاریش. سجاد الان میفهمین چرا میگیم بمب اتم. نگاه کنید. الان شما متوجه میشین. ما به این علت میگیم بمب اتم. آره. ببین همیشه شما جوری آتش روشن کنین که باد خلاف جهت اون چادری که شما زدین باشه که دود نیاد تو چادرتون. ببین ما الان چادرمون اینجاست، آتشمون هم اینجاست. یه آتش خوب درست ببین. به این علت به اینش میگیم بمب اتم. ببینید شعله آبی رنگی تولید. این الان داره جهش نوترونی داره، جهش الکترون داره. چی بود؟ یو 256 255 رو تبدیل میشه 255. آره داره اورانیوم غنی میکنه. کیک زرد. الان اسرائیل که این نقطه رو بزنه. اینجا همگیتون خالی. عالیه واقعا. فسیله هم اگر بشه بعداً بیشتر بهتون نشون میدم. ما بریم یه دمنوش بزنیم. خیلی خسته شدیم. حدودا ساعت 11 روبه. 2 ساعت داشتیم چوب می‌بریم. آره. خدا شاهده. ما از 8 شروع کردیم، الان 3 ساعت رو بی وقفه داریم کار میکنیم. بریم بشینیم یه دمنوش بزنیم، یه پادکست هم گوش بدیم تا اینا زغال شده. یه جوجه خیلی خوب خودمون رو مهمون کنیم. سجا به نظر بریم داخل بشینیم یا نه بیرون بشینیم. آره. بعد از 4 ساعت یه دمنوش زیره با چای خودمون رو مهمون کردیم. پادکست هم داره پخش میشه. سر چای رو میگیر بالا. چاییه. به دبل چایی. آره جاتون خالی. چه رنگی. چای رو بخوریم. با کروسان بخوریم؟ کروسان نه. به خصوص سریال 3 قسمتی کوروش کبیر داشتید یه تشکر ویژه بکنم. ما در تیر ماه سال 1400 هستیم و آمار پادکست رو 1,300,000 دانلود، 1,000 دنبال کننده. آره جا همه خالی. سلامتی همگیتون ما این چای رو خوردیم. سلامتی همگی کسایی که دوست داشتن که امشب اینجا باشه. ما دیگه داریم تدارک غذا رو میبینیم. سجاد بردا قرمه ها رو ببینن. این قرمه. آره قرمه مرغ. اینم جوجه مرغ. آره کتبوبات. البته فقط همین یه سیخ نیست. آره این فقط ما چون داریم میخوایم اینو درست کردن بخوریم. یه سیخ دادیم تفنن. آره بعدش هم بندری داریم. جوجه بندری. آره هنوزم هست. آره سجاد یه خاطره ای تعریف کرد. ما پارسال همین موقع همینجوری رفتیم آتشکده چک چک. بعدش از جلوی چادر ملو رد میشدیم. سر تو بگو. آره ما داشتیم از جلوی چادر ملو رد میشدیم. بعد پارسال سرباز بودیم. همینجور که داشتیم رد میشدیم ممسه میکنیم. نمیدونستی چه چادر. نمیدونه این چیه فلان اینا.
جای به خودمون گفتیم خدایا میشه ما یه روز اینجا کار کنیم اینا. بعد دیگه یه سال دقیقا گذشت ما رفتیم اونجا شروع کردیم. آره الان سجاد مهندس اونجاست. آره الان ما اونجا داریم ببینی کار کنیم. هر چیزی که بخوایم بهش میرسیم. چیزی که میگن خدا تو دلت بندازه ناامید نباشی. ناامید نباشی. آره این خاطر ما بود که فکرشو ما اینقدر هیزم آوردیم سجاد، اینقدر هیزم آوردیم تا 2 هفته میشه اینجا غذا درست کرد. همینو نگاه، حالا همین کنده خودش واقعا شده ستون این آتیش. آره خدا رو شکر. یا همگیتون خالی. عالی. این غذا هم داره. سجاد سرشو بردار یه همش بزن. سجاد میخواد غذا رو بریز. نگاه کن. نگاه کنید مهندس مملکت تو چی کارا میکنه. دستگیری تو کیف من هست اون داخل برد. دست کشه. آره خلاصه اینجوری اینم حیوانه بی زبون. آقا کجا داری میری؟ اینجا آتشه. برگرد عنکبوت. برگشت مرد عنکبوتی. برگشت. فردا ترشو بردار ببینیم چی شده. بزن اول صافش کنی. اینو هنوز این باله کار داره. ببینیم ما با این عنکبوت امشب همزیستی مسالمت آمیز داریم اگر اذیتمون نکنه. خب درش بردارم. آره درش بردار یه هم بزن بچه هم ببینن. یه قرمه مرغه. یه چیزی هم هست که شما تو پشت صحنه نمیبینی. دوده که کورمون کرد. که کورمون کرده. که این اصلا تو هیچ دوربین نمیتونین حس کنی. آره ولی میارزه با این غذا. آره این چیزشو باید فقط ادویهشو آخر دفعه ریخ چی نشه. قشنگ همین شدن تر میگیره که نسوزه. ادویه نسوزه تلخ میشه. ادویه اگه بسوزه تلخ میشه. بعد یه چیز دیگه هم داره. سیر. شما سیر اینجوری بزنین داخلش. خب آره بچه‌ها میبینه. آره این سیر رو همینجوری بزنین داخلش. با همین روغنا پخته میشه. چنان خوشمزه میشه خدا میدونه. یکم زمان میبره پختن این غذا ولی خیلی خوبه. من وقت هم دارم تقریبا 12:30 تا 1:30 دیگه این غذا آماده بشه. فعال امروزمون اینه. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یا کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حالا چی میخواد نصیحت کنه؟ حدیث از مطرب و میگو و از دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. میگه راز این جهان رو سجاد هیچ کی نفهمید. آره روزگار. میگه حدیث از مطرب و می گو و از دهر کمتر جو. میگه هی دنبال این روزگار ندو، خوش باش. غزل گفتی و در صفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشانند فلک عقد ثریا را. اینم غزل
2 فروردینمون. من این یادداشتش کنم یادمون بمونه.